اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و دوستداران اعتقاد اهل سنت و الجماعه، اولا میخواهم سلام خود را به یکایک شما برسانم و دوما قسم دوم از سوپر قرائت های ابو تکفیری را به سمع شما برادران و دوستان پیشنهاد خواهم گردانید. و در قسم یکم قرائت های سوپر قرائت های ابو تکفیری ما بیان کردیم و واضح و روشن گردانیدیم که ابو تکفیری در سوره مائده حل لکم را از پیش خودش علاوه کرد و حالا میبینیم که این ابو تکفیری باز چیکار میکند در این قرائتش. پس شما بکشاید سوره ممتحنه که در قرآن 60 سوره هست، سوره ممتحنه بکشاید و آیت 4 را نظر بکنید که قد کانت لکم اسوة حسنه. این آیت شروع می شود تا آنجایی که والبغضاء اینجا را میگوید و کلمه ابدن را نمیدانم کجا میبرد این ابو تکفیری. حتی تؤمنو بالله، بعد این را میخواند والبغضاء حتی تؤمنو میگوید. این کلمه ابدن کجا میشود؟ حالا بیایید یک بار گوش کنیم. بخوان ای ابو تکفیری. الله سبحانه و تعالی در سوره ممتحنه و 4 بیان میکند و میگوید قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. خب شنیدید اکنون؟ بیایید یک چند بار همین والبغضاء حتی تؤمنوا را بیاید چند بار تکرارا گوشش بکنیم. عداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. عداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. عداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. خب اکنون شنیدید کلمه ابداً کجا شد ای ابو تکفیری؟ قرآنی که تو میخوانی آیا همین قرآن ما میخوانیم همین است؟ یا شما یگان قرآن دیگر دارید که تکفیری شده رفته ای تو؟ یا شما یگان قرآن دیگر دارید که تمام دعوتگرا و عالما و تمام دانشمندا را مخالفت میکنی؟ پس چی چیز است که تو را مخالفی تمام دعوتگرا برآورده است ای ابو جاهل، ای ابو تکفیری؟ به هر صورت این بود قرائت. ببینید کلمه ابداً را کجا بردی؟ کلمه ابداً کجا شد از قرآن؟ کجا شد؟ اکنون بیایید یک بار دیگر این ابو تکفیری را گوش میکنیم و بعدش قرائتی قاری ها را میگذاریم. بیا بخوان ای ابو تکفیری. الله سبحانه و تعالی در سوره ممتحنه و 4 بیان میکند و میگوید قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. خب اکنون شنیدید این بود قرائت این قاری.
این قاری و البغضاء ابدا حتی تؤمنو، کلمه ابدا رو گفت. پس ابو تکفیری کلمه ابدا رو تو کجا کردی؟ باز ای ابو تکفیری تو در دروغ گفتن، تهمت کردن و در شیطانی کردن و کذابی جای اول رو میگیری. باز نگویی که این قاری با ما مصلحت کرده خواندگی از کلمه ابدا رو، بیا یک قاری دیگر رو میمونیم، زیرا اینکه تو مردم رو چنان کردگی هستی که خیانت‌های علمیت رو ثابت کردیم که در پیش چشمانشون میبینن این مردم بیچاره رو چنان گمراه کردگی هستید که بعضیشون رو که اونها دیگر قبول نمیکنن، چشمانشون رو قبول نمیکنن، توی خبیثی تکفیری ابو جاهل رو قبول میکنن. پس ببینید برادران، شما حالا قرآن رو دیده ایستادید نه؟ این هم ببین کلمه ابدا هست، نه که ابو تکفیری و البغضاء حتی تؤمنو میگد. ابدا رو کجا کرد؟ باز نگوید که این رو ما علاوه کرده هستیم. الله پناهتیت قرآناتون رو در خونهاتون بکشوید ببینید. بیایید باز ابو تکفیری را گوش میکنیم، بعدش یک قاری دیگر را گوش میکنیم تا اینکه یقین در قلب شما ثابت شود که این ابو تکفیری چطور قرائتی سوپر قرائت دارد، قرائتی که تنها خودش میداند که در کدام قرآن است و بس. بیایید ابو تکفیری که با یک بار دیگر بخوان، بعد یک قاری دیگر میخواند. بخوان که گوشت کنیم. الله سبحانه و تعالی در سوره ممتحنه و تیچور بیان میکند و میگوید قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. خب این بود دویم قاری. دیدید این هم والبغضاء ابدا حتی تؤمنو، کلمه ابدا رو خواند. پس ای ابو تکفیری کلمه ابدا رو تو کجا کردی؟ ای سوپر قاری، ای سوپر قرائت کننده ابو تکفیری ابو جاهل. ما فقط سوپر قرائت های شاخداری تو را میگیریم، نه اینکه در نازکترین. اگر که ما هر نازکی های قاعده های تجویدی را اگر اهمیت بدهیم، مجبور هستیم که یوتیوب را پر از ویدیو بکنیم تا اینکه تو را تعلیم بدهیم قرائت قرآن را، قرائت کلام الله را. پس این بود از سوپر قرائت های ابو تکفیری و انتظار شود قسمی سیومی سوپر قرائت های ابو تکفیری را. و همچنین من میتوانم چطوره که در خیانت های قول های عالما من برای شما پیشنهاد کرده بودم که اگر میخواهید خیانت های این را بفهمید، هر کتابی را که عنوان میتید برگردید، اصلا در اون کتاب این قول را یا نمیابید یا اگر یافتید خیانت کردگی میابید. انا همین طور هر جای قرآن را اگر این قرائت کند شما برگردید به قرآن، یا میبینید کم کرده است یا زیادش کردگی است، یا قواعد تجوید رو مخالفت کردگی است. از اینها بیرون نیست، لیکن بیچاره گناه خودش را به سر دیگرها بار میکند. در تاجیکی ما و شما میگوین دزد و غر را زبانش دراز است. پس این جاهل را زبانش چنان دراز است که گناه خود را بر سر تمامی طالب علم و دعوتگرا بار کردگی است و فقط گویا یک بیعیب، یک معصوم، الله پناه دهد، فقط همین ابو تکفیر است و بس. الله پناه دهد از این طور دعوتگری جاهل، از این طور پیشوای
گمراه کننده. پس این بود قسم دوم. انتظار قسم سوم باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.